سلام رفقا، چطوری؟ من هستم و خوش اومدید به یک گیم پلی. خیلی وقت بود گیم پلی نذاشتم. اولین باری که بود تقریبا 1 سال پیش بود گیم پلی گذاشته بودم. امروز میخوایم بریم یکی از بازی‌های اسکوید گیم رو بازی کنیم. بازی چراغ سبز چراغ قرمز. خودتون حتما میدونید که دیگه واقعا اینقدر سریال پرطرفدار شده، رکورد نتفلیکس رو زده تو این چند ماهی که اومده و پیش بینی کردن که قرار رکورد پربازی ترین پربیننده ترین سریال جهان رو بزنه. اگه سریال تا الان ندیدی پیشنهاد میکنم که بریم ببینید، خیلی سریال باحالیه. و اینم بگم در آخرش این لینک این بازی رو من به زور پیدا کردم، یعنی کلی سعی و تلاش کردم که پیدا بشه. الانم شما هیچ سختی ندارم واسهتون، لینکشو واسهتون میذارم توی دیسکریپشن، اونجا بریم بازی آنلاین رو انجام بدید. و اینم بهتون بگم اگه دوست داشتید حتما لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. دیگه اینا نگم بهتون، دیگه خودتون میدونید. بدون هیچ معطلی میریم سراغ اسکوید گیم رو با هم دیگه بازی کنیم. برو بریم. کدوم میره جلو؟ برو وای فایستادم که هدفون رو میذاریم. وایسا خدا رو شکر. برو بابا بذار شروع بشه. واو چرا موزیکش واسه آشناست؟ این موزیکش من دیوونه میکنه. یعنی ردخور نهاره، هر سری باید 3-4 نفر رو بزنه. بابا خب تموم شده بود که. باید بخونم بریم. اوه دم گوشم رو زد. یا خدا، اصلا اونا تکون نخورده بودن، خودش فاز برمیداره. یا خدا نه نزدیک بودم، نزدیک. کمتر از 10 قدم دیگه مونده بود به خط پایان. خفه شو بابا. چرا موزیکش آشنا؟ موزیک حتما تو کامنت بنویسید واسه چه کارتونی، واسه کارتونی بود. خونه مادر بزرگ 1000 تا قصه داره. خونه مادر بزرگ. برو این دست باید برنده بشم. یا خدا. خب یا خدا. خدا شکر. یا خدا. خب من موندم و یه نفر دیگه.
من موندم فقط. نمیتونی بزنی. چی شد ها. تایمم تموم شد. تایمی بود. یه دست دیگه. این دیگه دست آخره. بابا به خدا وایستادم. بذار من این دستو میدم چیکار کنم. من این دست برنده میشم دیگه آقا. من این دست برنده میشم. بابا من این دست برنده میشم. این یه دستی یه دستی هم برنده میشم. من این دست دیگه برنده میشم. حتما دیگه این دست برنده. وای و قبل از قرمز شدن وایسم. چرا من به خاطر تایم دوباره بهش افتادم. این دفعه با احتیاط میریم جلو. خب تایمر دارم اونجوره. سعی بار بایستی. قبل از قیمت شد سعی بار بایستی. تایمر هم دارم اونجوری میره. با خدا این دفعه ببینم دیگه بازی تمومش میکنم. احتیاط لازم. احتیاط شرط اوله. منو نزن. نه بعد برم نکس داره. پارت بعدیه. داستان چقدره؟ داستان چقدر این دفعه؟ بابا ول کن دیگه. داوری تموم شد دیگه. بردیم دیگه. خیلی گیم خفنی بود. بهتر از اینشو پیدا نکردم رایگان، ولی نسخه‌های با کیفیت تر با گرافیک بهتر هستش. حتما توی نت سرچ کنید میاد. اگر اونا پیدا کردم حتما اونا میرم بازی میکنم. سریالش هم پیشنهاد میکنم حتما نگاه کنید. خودم ندیدم، بخوام نگاه کنم. الان چند روز دانلودش کردم، الان وقت نکردم سریال رو ببینم. یادتون نره که حتما لایک کنید، کامنت بذارید. اگر دوست دارین بیشتر واسهتون گیم پلی برم، گیم ها رو بازی کنم، حتما تو کامنت بگید. و اینکه اگر چنل سابسکرایب نداری حتما دکمه سابسکرایب بزن و زنگولم فعالش کن که هر موقع ویدیو میذارم واسط پیغامش بیاد. تا ویدیوی بعدی میبینید منو. بوس بهتون. پیس.